دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی ساکن 44 ساله دوشنبه فیضعلی علیموف را که به وظیفه فروشی و رتبه فروشی عیبدار میشد بر اساس قانون عفو از جوابگری جنایتی آزاد کرده است. دادگاه گفت فیضعلی علیموف روز 10 اکتبر سال 2018 در داخل آشخانه خانه رادیو از سابق ناظر کلون رتبه مخصوصی واحد مخصوصی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان کاپیتان میلیتسیا کامولوف نورولو پاره گرفته وعده داده است که توسط شناسایش به او رتبه نوبتی مایور میلیتسیا گرفته می‌دهد. علیموف همین طور در میانه ماه اکتبر سال 2018 در همان آشخانه خانه رادیو با میانروی نورولو کامولوف به باوری باباخان عبدالقاسم بوریویچ در آمده مبلغ 20,000 سومانی پول نقد را گرفته وعده داده است که پسرش شریپوف حامد عبدالقاسمویچ را در واحد مخصوصی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان به کار قبول می‌نماید. یکی از وظیفه‌های این واحد مخصوص تأمین امنیت پرزیدنت تاجیکستان است. پیشبرد پرونده جنایتی نسبت علیموف فیضعلی رضوانویچ طبق خلاصه سودی با ماده 247 قسم 2 بندهای ا ب کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان در اساس طلبات سرخط 2 ماده 6 قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو از 25 اکتبر سال 2019 تحت رقم 1648 قطع کرده شده و از جوابگری جنایتی آزاد کرده شده است.